الله والشكر لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظیم. به نام خداوند جان آفرین و عرض سلام و درود خدمت بیننده ها و شنونده های عزیز و ارجمند. خرسند و خوشحال هستم شما را با خود دارم و سپاسگزار هستم که بیننده برنامه ما هستیم. دوستان عزیز، شخصیت های ممتاز ائمه اربعه هستیم، 4 امام مسلمین، ائمه که با تلاش ها و زحمات شبانه روزی تانستن دین را به امت اسلامی تشریح بکنن. اینجا فرق است بین تشریع و بین تشریح. وقتی ما میگیم دین را تشریح بکنه، تمام ائمه فقه و حدیث حیثیت شارحین دین را دارن. وقتی ما میگیم و اصح الکتب بعد کتاب الله صحیح البخاری، صحیح ترین کتاب بعد از قرآن کتاب بخاری شریف است، خود امام بخاری نه پیغمبر بود و نه صحابی پیغمبر بود، بلکه شارح دین است. دین را از پیغمبر به ما تشریح کرده. مثل از اونا 4 امام مسلمین مسائل فقه را برای امت مسلمه تشریح کردن و تا بتانن سهولت ایجاد بکنن. و یک کسی که مثلا دنبال دهقانی و گلکاری و پادوانی و گوسفندچرانی و امثال از ایناست، اینا کجا فرصت از را پیدا میکنن که پای صحبت استاد بشینن و 20 سال و 15 سال علم حدیث و علم فقه فرا بگیرن؟ پس نیاز است که کسی که دین را برایشان بیان کرده و شخصیت های ممتاز هستند، عادل هستند، ضابط هستند، متقی هستند، امانتدار هستند، از اونا را بپذیره و دین را به ما انتقال بده. و همچنین در قرآن کریم ما وقتی میگیم قرآن به قرائت حفص آمده، در حالی که حفص ابن عاصم امثال از اینها هیچ کدامشان پیغمبرم نبود، صحابی پیغمبرم نبود، بلکه یکی از تبع تابعین هستند که قرآن را به روایت از اونا ما امروز میخوانیم به قرائت حفص. پس در تلاوت ما مقلد حفص هستیم، در حدیث مقلد ائمه حدیث هستیم، در فقه مقلد ائمه اربعه هستیم. پس ما شناختیم که امام مالک اولین امام را که خدمتتان به معرفی گرفتیم به احترام روضه اطهر نبی علیه السلام. دومین امام اعظم امام ابو حنیفه النعمان که در خلال 6 جلسه خدمتتان به معرفی گرفتیم. و امام سوم امام شافعی رحمه الله است. امام شافعی که بود دوست عزیز، البته در ارتباط امام شافعی و جایگاه علمیشان، تقوا و زهدشان اگر صحبت شود امکان داره که بیشتر از 10-15 جلسه باید ما صحبت داشته باشیم، ولی حسب وعده‌ای که با شما داشتیم کوشش میکنیم که خلاصه و فشرده مروری کوتاهی بر زندگی این امام جلیل داشته باشیم. امام احمد یکی از شاگردان امام شافعی است. امام احمد ابن حنبل میگن به امت اسلامی که تمام امت مسلمه یعنی مسئولیت دارن که برای امام شافعی دعا کنن. امام شافعی بر همه امت اسلامی میگه، امام احمد صاحب میگه حق داره. اصحاب حدیث یا علمای حدیث اونها وامدار و قرضدار امام شافعی است، یعنی محتاج امام شافعی است. محال است که یک کس در علم حدیث بخوان پیش برن و تحقیق کنن، تخصص حاصل کنن بدون رأی امام شافعی یا اصولی را که یا قواعدی را که امام شافعی رحمه الله در علم حدیث گذاشت، محال است که بدون رجوع کردن به او اصول انسان به علم حدیث دست بالایی پیدا کنه. امام احمد صاحب میگه قفل‌های حدیث توسط امام شافعی باز شد و همچنین میگه با امام شافعی نصف عقل دنیاست. عقل دنیا را 2 حصه بکنین، نصفش پیش سایر انسان ها و نصفش پیش امام شافعی رحمه الله است. البته این سخنان علما در مورد شخصیت والای امام شافعی رحمه الله است. نامش عبدالله محمد ابن ادریس ابی العباس که با پیغمبر در عبد مناف نسبشان یک جا میشه. در پیغمبر علیه السلام در عبد مناف نسبشان وصل میشه که جد امجدی نبی کریم علیه السلام است. مادر امام شافعی از عابدات و
قانتات و صالحات بود. مادر امام شافعی یکی از کبار ائمه اسلامی است. شخصیت بسیار علمی بود و این یک اصل است در دین ما که گاهی الله متعال به توسط صلاح پدر و مادر اولاد را حفظ میکنه، آینده خوبی را برایش چی میکنه به ارمغان میاره. مثالی را ما در قرآن کریم در واقعی حضرت موسی و خضر علیه السلام داشتیم که وقتی دیوال میخواست بفته یرید و ینقض فاقامه، دیوال اراده افتیدن کرده بود که در اینجا علمای عقیده میگه که اراده برای انسان هم ثابت است، برای نباتات و جمادات هم ثابت است. وقتی یک دیوار اراده افتیدن میکنه و این معنی که انسان هم اراده داره، لکن فرق به است که اراده الله قدیم است، اراده بنده حادث است. اراده الله بر اراده بنده جبر نمیکنه. پس ما هیچگاه گفته نمیتونیم که وقتی یک جنایت کنیم یک اشتباه کنیم باز بر الله برچسب بتیم که ببین الله اراده کرده بود که ما گناه کنیم. نه خیر، اراده بنده هم است، اراده الله هم است. دیوار اراده افتیده نکرده بود، ینقض فاقامه، این را استاد کرد که اینجا روایت مختلف است که اقتداد میگن حضرت خضر هم تو دیوار گرفت سر پایش استاد کرد، اقتدادی هم میگه فقط سرش لمس کرد دیوار به حالت عادی خود برگشت. و یا هم روایت دیگه ای که به همراه حضرت موسی که به حق نزدیک است، اینها چی میکنن؟ گلتر میکنن و بالاخره دیواره به شکل اصلی خود میسازن. خب چرا این کار میکنه؟ حضرت موسی علیه السلام ازش میپرسه که این مردم ما را غذا هم نداد و مهمانی ما را هم انکار کرد و بالاخره ما آمدیم برای از اینا سه گلکاری کردیم و دیوار از اینا را ساختیم. این چی سر و راز بود؟ حضرت خضر علیه السلام برایش میگه که و کان ابوهما صالحا، ابوهما صالحا، این پدر و مادر صالح داشت، پدر و مادر از اینا نیک بود. الله مرا امر میکنه که در عالم معنا که من مال از اینا را حفظ کنم و آینده از اینا را حفظ کنم. پس این بزرگترین دلیل است که هرگاه پدر و مادر صالح باشه اولاد هم الله متعال به وسیله و یا واسطه صلاح پدران و مادران چی میکنه؟ صالح میسازه. به این خاطر دوست عزیز در انتخاب باید خیلی دقیق باشیم. همسر امروز مادر آینده اولاد ماست، همسر امروز همسر جنت ما، همسر برزخ ماست. پس کوشش بکنین شخص صالح را و شخص دینداری را که تمام مواصفات نیک در او موجود باشه کوشش بکنیم که با او عروسی بکنیم و همچنین مادرها و خواهرای ما با شخصی ازدواج بکنن که او پدری دیندار و سبب افتخار خانواده و اولادش باشه. یقین داشته باشین که وقتی خدا نخواسته یکی از این دو زوج یا پدر یا مادر اگر فاسد و مفسد باشه، پس واقعا بر بالای شخصیتی طفل تأثیری به سزای میگذاره. وقتی در جامعه یاد شد تو فرزندی فلان زنی بازاری، زنی فلانی چطورکایی، واقعا سخت است بر بالای اولاد. و همچنین اگر پدر بدین باشه و شخصی فاسد و مفسد باشه باز همچنین تأثیری منفی بر بالای روح و روان طفل به جا میگذاره. به این خاطر ما نه تنها برای خود بلکه برای آینده خود و اولاد خود و خانواده خود و نام نیک خود، شخصیت خود، ما برای خود همسر انتخاب بکنیم تا سبب افتخار به ما و به همه فامیل ما باشه. مادر امام شافعی رحمه الله از عابدات و صالحات بود، هم عالم بود، هم عابد بود، هم صالح بود. الله به توسط این مادر شجاع و دیندار فرزندی به نام محمد ابن ادریس، عبدالله ابن محمد ابن ادریسی شافعی را چی میکنن؟ الله متعال برایشان میده. امام شافعی واقعا در علم حدیث، در علم فقه دستی بالایی داشت که روایت مختلف است که از سن بسیار کوچکی در این مجال گام میگذاره و بالاخره در روایت میگه به سن 33 سالگی دار فانی در یک روایت میگه که ویدا میگن. این بزرگترین دلیل است که یک امامی که در سن 33 سالگی تقریبا به اصطلاح معاصر امروزی ما نوجوان شده باشه، نوجوان شده ولی
دنیا را سیب چی میکنه؟ مدیون و احسان خود میسازه و از دنیا میره. به این معنا که واقعا الله متعال برایش استعداد بسیار بالا، ذکاوت بسیار بالا داده بود و همچنین برای امام شافعی رحمه الله لطف و عنایت به خصوص الله متعال بود. پس مادرش هم عابد بود، هم قانت بود، هم صالح بود و هم عالم بود. در قضیه در مکه مکرمه قاضی وقتی میخواد فیصله بکنه، در این فیصله یا در این قضیه قاضی به اشتباه میره، اشتباه میکنه، اما امام شافعی را مادرش برای قاضی میگه وقتیش تو خواستی فیصله کنی، در جریان فیصله چیزی خطایی را در پیشانی تو احساس کردم، دانستم تو به خطا رفتی. میگه چرا؟ میگه قرآن میگه ان تضل احداهما فتذکر احداهما الاخرى. وقتی یکی از اینها اشتباه کنن یا به بیراه برن، نفر دیگهش باید به خاطرش بسپاره. پس من بر خود لازم دانستم که اشتباهی تو را برد. ببین قاضی القضات چی میکنه؟ اشتباهش اصلاح میکنه و این خود بیانگری علمیت و جایگاه علمی مادر امام شافعی رحمه الله است. دوستای عزیز، امام شافعی رحمه الله مادری واقعا دیندار و صالح و عالمه داشت و این مادر، تربیت این مادر سبب شد که تاریخی درخشانی را برای خود و خانواده خود و آینده خود رقم بزنه. پس با همه احترامی که به جوانها داریم و به خواهرای خود داریم، به این زرق و برق ظاهری دنیا فریب نخورن. همه خواهرای ما متوجه باشن و برادرای ما متوجه باشن که زرق و برق ظاهری امکان داره که لحظات فکر ما را مخدر و نشه بسازه، ولی آینده بسیار تاریکی را پیش رو می داشته باشیم. امکان داره او کسی که با چهره ظاهری و با زرق و برق ظاهری عقل ما را از خود کرده است، فکر ما و اندیشه ما را با خود برده، امکان داره در یک آن واحد با چندین نفر در ارتباط باشه، صدها رفیقه و معشوقه داشته باشه. پس صلاح پدر و مادر واقعا تأثیری بسزایی در صلاح خانواده و اولاد داره. یکی از مهمترین شرایط را که فقها برای انتخاب وضع میکنه شرف خاندان است. شرف خاندان از پدر و مادر آغاز میشه. خدا را خواسته یکی از اینا یا هر دوی از اینا فاسد باشه، پس شرف تا که انسان زنده هست، این خانواده، این سلسله ادامه داره، این نسل ادامه داره، این انسان یکی از مهمترین شرایط خود را از دست میته و یک خانواده کاملا فاسد و مفسد تبارز میکنه. بر صورت امام شافعی رحمه الله در سنه 150 هجری قمری، درست در همون سالی که امام ابو حنیفه رحمه الله دار فانی را ودا میگه و به دار باقی می پیونده، امام شافعی به دنیا میه. و این اصول اسلام است که وقتی یک ستاره غروب میکنه، الله متعال ستاره دیگری را چی میکنه؟ روشن میسازه. روزی غروب ستاره امام شافعی، امام ابو حنیفه، یکی از ستاره های آسمان شریعت، مساوی است به روز تولد ستاره دیگر که امام شافعی رحمه الله یکی از شاگردان امام ابو حنیفه است. امام شافعی شاگرد محمد ابن حسن شیبانی که ابن حسن شیبانی شاگرد امام ابو حنیفه رحمه الله است. بناهن این اصول در قرآن هم بیان میشه. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ما خود قرآن را نازل کردیم و ما محافظ دین هستیم، محافظ قرآن هستیم. پس الله متعال توسط این علما، این مشایخ عظام دین خدا حفظ میکنه. این به این معنی است که ما با یک دیگه خوشخبری بدیم. ما خداوند قرآن گفته ما قرآن نازل کردیم و ما حفاظتش میکنیم، با یک دیگه بگوییم خوشخبری باد که خدا از فوق عرش، بله الله از فوق عرش حفاظت میکنه. لکن توسط این سفیران، این نائبین انبیا و این جانشینان انبیا که علمای ربانی و علمای حقانی، علمای میدانی، ما امروز بسیار علما داریم، رقم علما داریم، علمایی داریم که فقط تسبیح و به اصطلاح مسبح در دست دارن و گوشه های مسجد و ای که در جامعه چی میگذره متاسفانه بیخبر هستن و یا هم فتوا میتن گو گوسپند و حیض و نفاس دیگرها رو و آنچه که نیاز دارن جامعه ما، مردم ما، ملت ما
درد مردم دوا کنن، باز هم مشکلاتی متاسفانه وجود داره. ولی توسط این علمای ربانی و حقانی و میدانی الله متعال دین خود را حفظ میکنه و طلبه کرام و کسایی که خادم واقعی علما هستن و کسایی که در نقش قدمشان گام میگذارن، الله اینا را هم حفظ بکنه. توسط از اینا الله دین خود را حفظ میکنه. پس امام شافعی درست در سالی به دنیا میاد که امام ابو حنیفه از دنیا میره، رخت سفر میبنده. بناهن الله متعال عوض نعم البدل میده، عوض نعم البدل. امام شافعی دوست عزیز یکی از فقرای ائمه است، خیلی فقیر بودن، در غزه یا اسقلان به دنیا میاد، لکن در مکه مکرمه در آغوش محبت وحی، در جایی که نزولگاه وحی است رشد میکنه. امام شافعی رحمه الله در سنه 150 به دنیا میاد و یکی از اجلا و کبار جوانان صدر خود است که در سن 7 سالگی قرآن کریم مکمل حفظ میکنن. در 7 سالگی وقتی را نزد استاد خود مادرش میبره، میگه فیس بتین، فیس نیاز یک عالم است، استاد است. چون وقتی یک عالم و یک استاد، یک دانشمند در صنف با شاگرد خود درس میده، طبیعی است که مصرف داره در عوض وقت خود، نه در عوض کمال خود مقداری را به عنوان فیس و یا معاش مقرر میکنه. هیچ اشکالی و یا هیچ تعارضی در عبادتش نداره. یادتان باشه این قاعده را به خاطر بسپارین: اخذ اجر دنیوی مانع اخذ اجر اخروی نمیشه. با در نظر داشت دو شرط: اول اصلاح نیت، دو مطابقت فعل با قول و فعل نبی کریم علیه الصلاة و السلام. هرگاه دو شرط موجود باشه، هیچگاه ما با گرفتن اخذ و اجرت، با گرفتن معاش در اقبال تعلیم دین و تعلیم قرآن و امثال از اینا کدام گناهی را مرتکب نمیشیم و حتی مانع اجر اخذ اجر اخروی هم نمیشه. امام شافعی وقتی نزد استاد برده میشه و در عوض درس امام شافعی اجر و معاش مطالبه میکنه. اما مادر امام شافعی رحمه الله میگه که من خود توان پرداختی فیس ندارم، چرا خیلی فقیر بودن و پدر خود کوچکی از دست میده. بالاخره استاد میپذیره که 50% همراهش تخفیف قائل شوه و یک مقدار، یعنی گرفتن فیس در قبال درس و تعلیم این یک تاریخ بسیار سابقه داره، یعنی تاریخ بسیار قدیم داره و این یک چیزی نوی نیست که تعدادی متاسفانه امروز زمزمه میکنن که ببین در قبال تعلیم فیس گرفته میشه و این حرام است. نه خیر دوست عزیز، حرام نیست بلکه عزت قرآن است. وقتی در رمضان مبارک ختم قرآن میشه در حرم مکی یا حرم مدنی، از اطراف و اکناف عالم پول سرازیر میشه، حتی به میلیاردها پول به علما و حفاظی که قرآن ختم میکنن و در اونجا سه برشان به خاطر عزت و جایگاه قرآن به اینا پول داده میشه و این هیچ نوع تعرضی در اجر اخروی این علما و حفاظ نداره. چرا وقتی ما و اینا فیس نتیم، خی اینا مارخو نیستن خاک بخورن، وقتی ما معاش از اینا را نتیم، خب اینا چی کار بکنن؟ اینا شب و روز مصروف تعلیم و تدریس باشن، خب تکسیرانی خو نمیتونن، دکانداری خو نمیتونن، اینا مزدورکاری خو نمیتونن، مجبور هستن که در بازی وقت خود مقداری را به عنوان تنخواه یا معاش و یا شهریه اخذ بکنن و این چیزی نوی نبوده، در تاریخ اسلام وجود داشته. سخن از امام شافعی محمد ابن ادریس رحمه الله است، یکی از ائمه چارگانه اسلام، ائمه فقه که تمام علمای حدیث مدیون امام شافعی رحمه الله است. صحبت از ذکاوت بالای امام شافعی بود که وقتی مادرش را نزد استاد میبره، نزد استادش میبینیم که استادش در قبالش معاش مطالبه میکنه، فیس، و بالاخره با 50% موافقه میشه. امام شافعی درس آغاز میکنن، بسیار به مدتی کم قرآن حفظ میکنن. بعد از او املا و انشا آغاز میشه. املایی را که استاد سر تخته میته امام شافعی وقت حفظ کرده است، طفل کوچک است. خب وقتی میپرسه که کی یاد گرفت، دست امام شافعی بلند است. بالاخره وقتی استعدادی زیرا میبینه، ذکاوتی زیرا، ذهنی زیرا، میگه باور کنین که حرام است در قبال درس و تعلیمی که ما به تو میتم چیزی را به عنوان معاش بگیرم. میگه تو بعد از این کاملا مجانی باید
اینجا بیایی و درس فرا بگیری. یعنی استعدادی بسیار بالا داشت، ذکاوتی بسیار بالا داشت. پس این بزرگترین دلیل است که وقتی یک شاگرد صنف میبینیم که از نابغه هاست، میبینیم که استعداد بالا داره، نباید ما استعدادش سرکوب کنیم، نباید ما او را در مخمسه یا تنگنا قرار بدیم، بلکه زمینه سازی بکنیم تا او بیشتر رشد بکنه. همکاری بکنیم در صورتی که اقتصادش ضعیف است، زمینه سازی بکنیم. مثلا کسایی که اونها اول نمره های عمومی هستند، دوم نمره هستند، سوم نمره هستند، چهارم نمره هستند، پنجم نمره هستند، با یک امتیاز برشان قائل باشیم و جوایز برش در نظر بگیریم تا این بال و پر پیدا کنه، تا پرواز کنه، به قله های موفقیت برسه. و این بزرگترین دلیل است وقتی امام شافعی میبینه که استادش قرآن را میبینه که حفظ میکنه و بالاخره به املا و انشاء دست بالا پیدا میکنه، استعدادش میبینه، میگه بعد از این از تو اصلا فیس نمیگیرم. خب تر است که تو بالاتر بری، رشد بکنی، ترقی بکنی. پس امام شافعی در کوچکی علم حدیث فرا میگیره. بعد از حفظ قرآن تمام کتاب حدیث یک مرور میکنه، از جمله کتاب امام مالک که به نام موطا است در دنیا شهرت داره، موطا امام مالک حفظ میکنه مکمل. بعد از کتاب موطا به علم لغت میره، به علم لغت حفظ میکنه. خب در سن کوچکی امام شافعی به اکثر علومی که نیاز روز بود چی میکنه؟ دست بالا پیدا میکنه و تخصص حاصل میکنه. شیخ حرم مکی به نام مسلم ابن جریج ای برایش اجازه فتوا را میده. واقعا جالب است. در سن چند سالگی امام شافعی مفتی میشه، مفتی دیار حرم. در سن 15 سالگی امام شافعی مفتی میشه و در سن 15 سالگی در مسند فتوا میده، مشکلات امت حل میکنه، سوالای مردم جواب میده. از این فکر نکنم بالاتر افتخار و یکی از بزرگترین دلایلی که ما میتونیم سر جوانای خود حساب کنیم همیست. ما 15 ساله را میگیم از دانش بوی شیر میاسید و این بزرگترین جفاست که استعداد یک جوان 15 ساله را ما میکوبیم. خونگرم است، میگیم خونگرم است. والا صاحب این اجازه بده، خب بچه است دیگه، کارای بچگی میکنه. این چی معنا میده؟ به این معنا که ما صبغه شرعی دادیم برای جوانها که باید به استعداد باشن، باید خواب برده باشن، باید تنبل باشن، باید بیکاره رشد کنن. امام شافعی بیاد از 15 سالگی در مسند فتوا بشینه، جوانای ما سب به خاطر که خون گرم است و فلان گرم است و بسمدان است، این سب قرار چکر بزنه و در له و لعب مصروف باشه و مسائل لاابالی و بیهوده مصروف باشه. آیا جفا نیست؟ آیا این خودکشی نیست که جوانای خود ما خودکشی میکنیم؟ خیانت نیست؟ باور کنین اکثر ائمه حدیث و اکثر صحابه، فقهای صحابه اطفال بودن. روزی که پیغمبر از دنیا میره ابن عباس 13 سال عمر داره، 13 سال. از فقها به نام حبر الامت لقب میگیرن. حبر بحر علم است در امت، در حالی که 13 سال است. عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن عمر ابن العاص و امثال از اینا کلش طفل بودن، بچه ها بودن. خب اینا چی کردن؟ از این فرصت استفاده کردن. از 7 تا 9 سنی برای حفظ قرآن، با همه احترامی که با پدر داریم، در این سن از طفل دیگه استفاده نکنید، فقط به حفظ قرآن بانید. حفظ قرآن ذهن ایکویش از 100 از 70 به 140 میبره، به 130 میبره. بعد از او دیگه علوم برش خیلی عادی میشه. خود قرآن کریم باعث میشه که این ذهنش چی کنه؟ رشد کنه، حافظش رشد کنه، استعدادش رشد کنه، بالاخره از نابغه ها بار به. ما میشیم 18 سال شد باز برو صرف حفظ قرآن کن. قیمت ترین با ارزش ترین عمرشه چی کردیم؟ هدر دادیم و بعد از او روانش میکنیم برو صرف قرآن یاد بگی. و یا هم در 10 سالگی 12 سالگی میبینیم که طفل مصروفی بسیار چیزهای کوچک، بسیار چیزهای پیش پا افتیده است. خب طبیعی است که در این مرحله شخصیت طفل تشکیل میشه. هر چی که به طفل دادی اونمو شخصیتش میسازه. چیزای مفید دادی مفید رشد میکنه، مضر دادی مضر رشد میکنه. و میخواد است که نبی علیه الصلاه و السلام میگه ما من مولود الا وقد یولد علی الفطره. هیچ طفلی نیست که با ایمان به دنیا نبیاد. کلش ایمان فطری و یا
یک نزعه دینی به داخلش است. این پدر و این مادر است، این خانواده است که او را یهودی میسازه و مجوسی میسازه، نصرانی میسازه، بت پرست میسازه، بد اخلاق میسازه، غلط رشد میده. امام شافعی این مادر داشت. خب در خردی به مدرسه برد، در کوچکی در آغوش علما برد، در کوچکی در حلقات درسی علم ادب و علم قرآن و علم حدیث برد. ما میرقصانیم در کوچکی، برقصیم، کاکایت بزن، مامایت بزن، علویا که فریب بتم چیزی به دست بگیره برش نمیته. از خردی فقط به خشونت تربیه کو، به بی ادبی تربیه کو، به بد اخلاقی تربیه کو. باز انتظار داشته باش بچه وقت کلان شد بخیر، باز چی میشه؟ عصای دست پدر و مادرش میشه، عصای دین میشه. شخصیت از او غلط رشد کنه و 20 ساله شد عصای دین میشه؟ نه خیر. پس ما واقعا تربیت ما امروز اشتباهه. باید تا 6 سالگی طفل در آغوش مادر و پدر، بعد از او در آغوش علم باشه. بعد از 6 باید آغوش پدر و مادر ترک کنه، در آغوش علم بره، در آغوش ادب بره، در آغوش قرآن بره، در آغوش حدیث بره، در آغوش علم اجتماع و علم نیازی روز بره تا بتونه یک آینه بسیار خوبی رقم بزنه. هر پدر و مادر دوست داره اولادشه، لکن این دوستی نیست بلکه این زهر است در حق اولاد که آینده از رو غلط بساز، تربیت از رو غلط بساز و بعد بگو والا بچه من دوست دارم. نه خیر، دوستی تو زمان است که آینده بهتری را به اولاد خود رقم بزنی. پس امام شافعی هم در آغوش یک مادر تربیت شد، ولی در خردی را میبره، در 7 سالگی حافظ قرآن میسازه، بعد از او حافظ علم حدیث میسازه، بعد از او حافظ علم لغت میسازه، علم فقه میسازه. در 15 سالگی در مسند فتوا میشینه. یک شخص یادی نشانده، امام حرمین ایره میشانه. امام حرمین فتوا میده مسلم سیف که تو باید بعد از این مفتی اعظم دنیا باشی. این بود صحبت در ارتباط امام شافعی رحمه الله. انشاءالله ادامه بحث ما در ارتباط این شخصیت عظیم تاریخ ادامه دارم. ما در جلسات آینده از اینکه تا اینجا ما بودین از همه شما تشکر میکنم، سپاسگزار هستم. تا دیداری بعد و برنامه بعد به الله بی نیاز همه شما را میسپارم. خدا نگهدار.